از مرزهای ما دفاع میکنیم. ایران خانه ما هست و هیچ کسی را ما اجازه نمیدیم، هیچ بیگانه ای را، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، که به خاک ما تجاوز بکنه. و به هیچ کسی اجازه نمیدیم که تمامیت ارضی ما را به خطر بیندازه. ما مردم ایران همه از تمام اقوام و مذاهب و زبانهای مختلف یکی هستیم. هم این که اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. و لا تهینوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. We've had so many acts of aggression, acts of war against Iran, and the Iranians have been through it. So we know what this is like, and this is something that unites Iranians, that we might not necessarily believe in the same things domestically.